سلام، مهرنوش هستم. خیلی خوش اومدین. امروز قراره با هم یکی از معروفترین و محبوبترین داستانهای دنیا رو مرور کنیم. داستانی که ساده است اما معنای عمیقی داره. هم بچه ها عاشقشن هم بزرگترها. اسم این کتاب هست شاهزاده کوچولو، نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری. داستان از زبان یک خلبانه که هواپیماش وسط بیابون سقوط میکنه و اونجا با پسری عجیب روبرو میشه به نام شاهزاده کوچولو. شاهزاده کوچولو از یه سیاره کوچیک اومده. اونجا تنها بوده با 3 آتشفشان و یک گل خاص که خیلی دوستش داشته. ولی چون گلش مغرور بوده و پسرک نمیتونسته درکش کنه، تصمیم میگیره از اونجا بره و سفر کنه. در طول سفرش به سیاره‌های مختلف سر میزنه. با آدمای مختلفی برخورد میکنه. یه پادشاه که فقط دستور میده، یه مرد مغرور که دنبال تحسینه، یه آدم میخواره که از خودش فرار میکنه، یه تاجر که فقط عدد میشماره، یه فانوسبان که بدون فکر فقط کار میکنه و یه جغرافیدان که خودش هیچ وقت سفر نرفته. هر کدوم از این آدم‌ها نماینده یه بخش از دنیای ما هستن و شاهزاده کوچولو با نگاه ساده و صادقانه خودش از این دنیا تعجب میکنه. آخرش میرسه به زمین. اونجا با روباهی آشنا میشه که نمادی از محبت و دوستیه و یکی از مهمترین درس‌های زندگی رو بهش میده. فقط با دل میشه درست دید. چیزهای مهم رو چشم نمیتونه ببینه. این جمله همه چیز رو عوض میکنه. شاهزاده کوچولو میفهمه که چرا گل خودش براش خاص بوده. چون براش وقت گذاشته، بهش دل بسته بوده. در پایان داستان شاهزاده کوچولو تصمیم میگیره به سیاره‌اش برگرده. اما چطوری؟ واقعا برمیگرده یا ناپدید میشه؟ جوابش مبهمه. اما توی دل خلبان و دل ما هنوز اون ستاره که شاهزاده کوچولو توشه روشنه. برای من شاهزاده کوچولو فقط یک داستان کودکانه نیست. یه آینه است. نشونم میده چطور با بزرگ شدن از چیزای فاصله گرفتیم که یه روزی برامون خیلی ارزشمند بودن. ما آدم بزرگ‌ها مدام دنبال پول، مقام، عدد، موفقیتیم. ولی آیا اینا واقعی هن؟ چیزهای واقعی اونایی هن که با دلمون حسشون میکنیم. عشق، دوستی، مسئولیت، حتی یه گل ساده. این داستان یادم میندازه که دنیای واقعی توی رابطه ها شکل میگیره. وقتی دل میبندی دیگه فقط یه گل نیست، میشه گل تو. این یعنی مسئولیت، مراقبت، مهربونی. برام سوال شده، آیا هنوز میتونم با دلم ببینم؟ یا فقط حساب و منطق جای احساس رو گرفته؟ شاهزاده کوچولو انگار از همون میخواد برگردیم به همون سادگی و یادمون بیاد که چیزهای مهم رو فقط دل میتونه ببینه. مرسی که امروز همراه من بودین. تا پادکست بعدی با قلبتون ببینید.